یک خواهر سوال داده است که سه نفر سه مرد به اون خواستگار میکنند، سه مرد به یک دختر خواستگاری میکنند. آیا این دختر از بین این سه مرد اختیار کرده میتواند یکی از اونها رو؟ به هر یکی اون وا میخورد، البته با شاهد، با ولیش، با اون مردها وا میخورد، با اونها صحبت میکند، دین اونها رو میسنجد، سلامتی اونها رو میسنجد، ذکاوت اونها رو میسنجد، تقوای اونها رو، عقیده اونها رو میسنجد و از درون سه مرد که به یک دختر خواستگاری کردن، این دختر یکی از اونها رو، افضلش رو، از نظر دین، از نظر زندگی، از نظر ذکاوت، از نظر پول و مال و بایگری، افضل اونها رو اختیار کند. البته جایز است هر سه اون یکی از اونها رو اختیار میکند تا که زندگیش خوب و دلکش خودش باشد. بارک الله فیکم. این سوال جواب سوال هایی که با اون جواب دادیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ها شود به خود من روانه کنید و این چنین بالجمله در یک بار به چندین سوال جواب خواهیم داد.